ولاگ رفتینگ پل زمانخانه زاینده رود. بچه اولش این تیوبا رو باد کردن، بعدش انداختن بالای وانت که بریم بالای رودخونه و بندازیم توی آب. اونی هم که میبینی نشسته منم. کم کم رفتیم بریم به سمت بالای رودخونه. این تیوب هم بالا سر ماشین، قشنگ مشخصه. هرچی بالاتر بری خب مدت زمان بیشتری روی آبی. ما طول مدت زمانمون نزدیک به 3 ساعت طول کشید، پس بعد مسیر بالاتری میرفتیم. از اینجا بقیه مشخصن که توی رودن. اینجا اومدن تیوبو پایین کردن که بیان بندازنش توی آب و راه بیافتیم. تدا اینجا راه افتادیم. رودخونه هم خروشان بودش ولی خیلی محیط بکر و قشنگی داره، همونجور خودتونم میبینید. این ضد آفتاب استیکی قشنگ از سوختگی منو اینجا نجات داد، خیلی عالی بودش. اینجا یه سکوی پرداب 3 متریه که آدما میرفتن بالا و میپریدن پایین. بله درست دیدید، اونی که پرید من بودم. آقا حتما پیشنهادش میکنم، فوق العاده بودش. بعدش دیگه کم کم رفتیم به پایین رودخونه تا اینکه قایق رو تحویل بدیم و بریم برای ناهار. باشو دنیا رو جمع کن بریم دریا کنار دریا قشنگه. باشو هوا رو بل کن یه دل کن بریم دنیا قشنگه. بریم کوه کدوم کوه، همون کوهی که آهون ناز داره. آی بله بچه صیاد به پایش تاب داره. آی بله بچه صیدم را